بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رئیس، دیروز آقای عراقچی با خطاب قرار دادن آقای ثابتی طوری صحبت کردند که انگار نقد برنامه و کارنامه ایشون یعنی زیر سوال بردن ولایت مداری مجلس. من خواهش میکنم آقای رسایی در دستور تذکر بفرمایید. بند 11 است، میخوام دفاع بکنم آقای نه اون دستور مال دیروز بود، دستور امروز. خب دیروز شما نذاشتید صحبت بکنیم. خب حالا نمیشه دستور دیروز امروز بیارید. در دستور در خدمتی. وگرنه 75 هم خانم سارا فلاحی داشتن هم خود آقای ثابتی داشتن، هیچ کدوم 75 شون وارد نبود. اینا در دستور در خدمتی. خب پس حالا اگه اجازه نمیدید اینو بگم، من یه چیز دیگه میگم که به قول شما در دستور باشه، ببینم شما برای اون جواب داری. ماده 204 رو بیار آقای قالیباف. حفظم بفرمایید. حفظید، بگید چی نوشته اونجا. 204 در رابطه با وظایف رئیس جمهور و صحبت‌ها و بحث مربوط. نه خیر، من براتون میخونم. قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه‌های دولت و اخذ رأی اعتماد هیئت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط و مشی، اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه جداگانه با دستگاه الکترونیک ثبت نام میکنن. شما قبل از جلسه اول باید ثبت نام میکردید برای هر وزیر، نه نیم ساعت مونده به صحبت وزیر. اینجا آیین‌نامه ماده 204 نوشته قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی باید ما ثبت نام میکردیم، شما قرعه کشی میکردید، تکلیف معلوم میشد. من بدونم نیم ساعت مونده شما میاد میگید بعضی از نماینده ها ثبت نام میکنن یهو اسمشون در میاد، طرف کارم نکرده، چه موافق چه مخالف. بله نگاه کنید. عذرخواهی توجیه نکنید. یک کلمه اینجا نوشته قبل از تشکیل اولین جلسه. این نص دیگه شما نمیتونی بگیم ما میخوایم اون لابی نکنه، اون یکی اون کارو نکنه. اون تذکر منم تذکر مرتبطی بود، شما نذاشتید. من اونو تو رسانه‌ها میگم که دیگه حالا اطلاع همه داشته باشه. اولا همین تذکر الان تونم در دستور نبود، چون ما از کلیات ریاست جمهوری عبور کردیم، در دستور وزرا است. به هر حال گفته قبل از، خب قبل از اینکه وزرا بیان قبل ثبت نام شده، دوستان آمدن انجام دادن. اینم دوستان شما که پیشکسوت اینجا هستید، قبلا اینجا ثبت نام از قبل میکردن، همون اول مخالفین وزیر آخرم بر اساس حروف الفبا ثبت نام میشد. معلوم بود که مثلا وزارت ورزش که آخرین وزارت خونه است، همون اول